سلام علیکم و رحمت الله. خوش آمدید به بدانه خواهرم. امروز می خواهیم بشناسیم ماه مهمانی را. ماهی که در خود 3 در دارد که هر در تحفه از جانب الله متعال است، یعنی 10 رحمت، 10 مغفرت و 10 نجات از آتش جهنم. بیایید بیاموزیم که کدام دعاها را در هر 10 بخوانیم. دعای 10 اول: رب اغفر وارحم و انت خیر الراحمین. پروردگارا مرا ببخش و رحمت کن و تو بهترین رحم کنندگانی. دعای 10 دوم: استغفر الله العظیم من کل ذنب و اتوب الیه. از الله بزرگ به خاطر همه گناهانم طلب مغفرت می کنم و به سوی او توبه می کنم. دعای 10 سوم: اللهم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. یا الله، تو بخشاینده کریم هستی و بخشایش را دوست داری، پس مرا عفو کن و ببخش. 10 رحمت، 10 مغفرت و 10 نجات از آتش جهنم. الله متعال می فرماید: شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس و بینات من الهدى والفرقان. قرآن مایه هدایت مردم و وسیله تشخیص حق از باطل در این ماه نازل شده است. همچنین سوره مبارکه قدر نیز اشاره به نزول قرآن در شب قدر دارد که یکی از بزرگترین فضیلت‌های شب قدر است. آن هم شب قدری که از 1000 ماه برتر است، یعنی برابر عمر یک انسان 83 ساله است. با توجه به اینکه در سوره بقره آمده است که قرآن در ماه رمضان نازل شده، معلوم می شود که شب قدر نیز در ماه رمضان قرار دارد. شب قدری که در آن شب ملائکه الهی و روحی یکی از فرشتگان بزرگ و مقرب از طرف خداوند متعال نازل شده و اعمال و مقدرات بشر رسیدگی می کند. شبی که تا طلوع فجر سراسر سلام و سلامتی، صلح و صفاست. در آیات ابتدایی سوره مبارکه دخان آمده است: ما قرآن را در شب مبارکه قدر نازل کردیم. در این شب هر امر با حکمت برای انسانها تعیین و مقدر می گردد. این شب رحمتی از ناحیه پروردگار است. این اهمیت و فضیلت است که همه مسلمانان هر 30 شب متحمل قدر را با عبادت و دعای آن به شب و زنده داری تا عظمت این شب را درک کنند و از فضیلت آن محروم نمانند. تا بدانه خواهرم بعدی، الله حافظتان. سلام علیکم و رحمت الله.